در اصل قبول یک حکم شرعی ایمان یک نفر امتحان میشه. دقت بکنین، در اصل قبول یک حکم شرعی اخلاص یک نفر در ایمانداری به اصطلاح امتحان میشه. در میدان عملی اخلاصش در عمل با ثابت میشه. و می خاطر شما غالبا از زبان علما گپ میشنوید، میگه اگر یک نفری یک عمل را قبول نداشته باشه کافر است. یک حکم ثابت شرعی را اگر قبول نداشته باشه چیست؟ کافر است. اما اگر در او کوتاهی بکنه باز فاسق است. متوجه شدین؟ یک فریضه از لحاظ شریعت آمده، حالا یک نفری امی فریضه را در اصل قلبا قبول نداره، کافر است. و ظاهرا میگه من قبول دارم، منافق است. دقت کردین؟ اما اگر قلبا او را قبول داره اما در میدان عملی کوتاهی داره، باز این نفر چیست؟ منافق است. هدف ما ایست، فاسق است. هدف ما ایست که خطر اخلاص، خطر نبود اخلاص در ایمان خیلی خطرناک است به نسبت خطر نبود اخلاص در اعمال. اگر یک نفر در یک عمل خاص اخلاص نداره یا به تعبیر دیگه به اصطلاح ریاکار هست، اونمو عمل مشخصش باطل میشه. اما اگر یک نفر در ایمانداریش مخلص نباشه، کل ایمانش یعنی دینش کاملا چی میشه؟ از پیشش میره و ضایع میشه. به این خاطر خیلی مهم هست که ما اول اهمیت اخلاص در دین را بفهمیم. یعنی ما وقتی میگیم که اصلاح را از خود ما شروع بکنیم، اولین موردی که باید او را جور بکنیم اخلاص است. و اخلاص هم در چی موردی؟ آیا اخلاص در اعمال را جور بکنیم اول؟ نه، اول اخلاص در ایمان را باید جور بکنیم. و باز از لوازم اخلاص در ایمان همی هست که رفتار ما را هم اصلاح میکنه. خیلی از مردم اینی نکته را دقت نمیکنن. وقتی که غالبا صحبت از اخلاص میشه، موارد زیادی این اخلاص را تنها در مفاهیم عملی مد نظر میگیرن که من وقتی نماز میخونم باید مخلص باشم. بله این کار خیلی خوب است و درست است، وقتی زکات میدم، وقتی صدقه میدم، اما از این که مهمتر است که تو در اصل ایمانداریت مخلص باشی. در اصل ایمانداری وقتی یک نفر مخلص بود، خود به خود خیلی از اعمال ظاهری از او هم چی میشه؟ اصلاح میشه. اما اگر برعکس باشه، یک نفر در تلاشی باشه که در یک عمل مشخصی چی بکنه؟ اخلاص داشته باشه، اما اخلاص در اصل ایمانداری فراموش شود، این اخلاص در یک عمل خاصی این نجات نمیده. به همین خاطر اکثریت قاطع مشکلاتی که انسانها با او مواجهن و ما شما میبینیم، ما شما که در عصر فتنه ها زندگی میکنیم و فتنه های بیخی عجیب و غریب را انسانها شاهدن، اکثریت قاطع موارد عدم اخلاص در ایمان باعث میشه که مردم چی بکنن؟ در انحرافات عجیب و غریب واقع شون. بعضی از نمونه هاش انسان عملا بالفعل میبینه. خیلی از مردم هستن در این روزا سر صداقت‌هاشون زیاد شدن به نام نوع اندیش‌های دینی. ما اونا رو به شوخی میگیم اینا کهنه اندیش‌های بی‌دینی هستند، یا مثلا کسان دیگه سکولارهای چیزا، اینا میان در موارد بسیار ثابت شرعی جر و جنجال میکنن، به اصطلاح بهانه تراشی میکنن، بهانه اینجور میکنن برای به اصطلاح مخالفت کردن با حکم شرعی. مشکل اصلی از اینا در چیست؟ آیا مشکل اصلی از اینها در عدم آگاهی است؟ نه، موارد خیلی خوب هم آگاهن. مشکل اصلی از اینها شاید همیشه که مثلا این حکم خود از اینها رو در تنگنا واقع میکنن. نه، به خاطری که موارد اینا در مورد احکام بحث میکنن که اصلا سر خود از اینها هیچ سختی نمیاره. مثلا یک مرد اسمه در مورد عدم به اصطلاح الزامی بودن حجاب بحث میکنه. خب حالا حجاب سر از این خود نیست که این به خاطر به اصطلاح هوای نفس خود میاد این کار رو میکنه. مشکل در چیست؟ مشکل در عدم اخلاص واقعی در ایمان است که از لوازم ایمان تسلیم شدن به احکام شرعی است. دقت کردین؟ یعنی این در اصل ایمانداری خود چی داره؟ اخلاص واقعی را نداره. به خاطر عدم اخلاص در ایمانداری احکام شرعی را که اصلا شاید متعلق به ایم نباشه، ضرورت داری فقط در حد یک مفکوری فکری معتقد باشه به او، امیرم قبول کردن نمیتونه. حالا برای مرد حجاب فرض است؟ نه، حجاب برای کی فرض است؟ برای زن. اما سر یک مرد مسلمان فرض است به فرضیت حجاب معتقد باشه. دقت کردین؟ به فرضیت حجاب این مرد از خودش سر صدا و خال مقاله کش در مورد چیست؟ در مورد حجاب. چرا این رقم بحث داره؟ به خاطر از این که ایمان از در اصل چیست؟ مخلصانه نیست. اگر ایمانش مخلصانه بود، هیچ ضرورت برای از این که بیا در مورد فرضیت حجاب بحث بکنه و سر صدا ها عجیب و غریب برای نظر نداره. پس این نکته خیلی مهم هست و انسان مسلمان در هر حالتی باید در امین نقطه خود تجدید بکنه و به همین خاطر که این نکته بسیار مهم هست، وقتی شیطان هم میخواد انسان وسوسه بکنه، اولین ضربه انسان هم است.
او رو گفتم بر شما سخن ابن قیم جوزی رحمه الله رو توضیح دادم که وقتی اون میخواد که انسان را چی بکنه، به اصطلاح به طرف گمراهی ببر، اول میخواد در کفر و شرک واقع بکنه. اگر در کفر و شرک واقع کردن نتونه، باز کوشش میکنه که انسان را در ایمانداریش چی کنه، در ایمانداریش اخلاص را ازش بگیره، در ایمان اخلاص بگیره. دقت کردین بعد از اگر این کار نتونست، باز در اعمال اخلاص انسان میگیره. پس انسان باید همین نکته را بیشتر متوجه باشه. و برنامه شیطان یعنی امیست که این کارش دوامدار است. این رقم نمیشه که یک نفر مثلا فکر بکنه که من دیگه امروز آمدم درجه اخلاص در ایمان تکمیل کردم، دیگه خلاص صدمه نمیبینم. او تو نیست. شیطان به هیچ حالت انسان رها نمیکنه. به همین خاطر مبارزه با شیطان و مبارزه با نفس اهمیتش و حساسیتش و خطرش دئیس و سختیش دئیس که یک مبارزه کوتاه و مقطعی و گذرا نیست. مثل که ما شما در جنگ در مقابل دشمن قرار داریم، مثلا اگر الله بر ما توفیق بده میریم در مقابل دشمن میجنگیم، دیگه در میدان جهاد یک دو سه روز شاید که جنگ دوام بکنه، بعد از بعد چند روز دیگه چی میشیم؟ راحت میباشیم. اما مبارزه با شیطان و مبارزه با نفسی رقم نیست دیگه. دقت کردین در هر لحظه از لحظات چی میشین شما؟ در هر لحظه از لحظات شما مورد به اصطلاح حملات دشمن قرار دادین، حتی در خواب. تنها بیداری نخواد، حتی در خواب. دقت کنید گاهی وقتا شیطان یک عده زیاد انسانها را در خواب گمراه میکنه. متوجه شدید؟ یک بار ما بر یک نفری که بیچاره پیرو عجیب و غریب یک جریان بسیار منحرف تصوفی بود، ما برای او بحث میکردم که آدم اینی گپ اینی در قرآن تو گفته، در حدیث تو گفته. ما را گفت تو بسیار دلیل میگی. ما را گفت ما این دلایل ملایل نمیفهمیم. ما خودم چیزایی را دیدیم که هزار تا دلیل تر به اصطلاح چی نمیکنیم. چی دیدی و بچه تو؟ ما خواب دیدیم. حالا ما برای میگم که همین خواب تو خود اعتبار شرعی ندارم. میگن نه تیگه پاکای تبور با ما زیاد دلیل ملیل نمیفهم. ما تو خواب دیدیم که خلاص آلی شیطان بشاره در چی بازی داده؟ در خواب. و حتی موارد یک نفر رو بخی چی میکنه؟ کافر میکنه. یک نفر دیگه رو نزدیک میشناختم، از این جوانکای علاقمند اروپا و در اروپا رفته بودم. روزای اول خوب بود بیچاره، هم تو مسائل خوب دعوتی رو میگفتی. چند روز بعد دیدم که کم کم کفریات شروع کرده. بابا چطور چی شده؟ میگه که من به این نتیجه رسیدم که امی ادیان کلش ساختای بشر است. یک دفعه تو چی کده باشم؟ میگه من چیزهای زیاد را خواب دیدم. نه خلاص قصاده. پس خطرناک بودنش وسوسه های شیطانی همی است. تنها در بیداری آدم وسوسه نمیکنه. دقت کردین؟ در خواب خلاص یک چند چیزا در خواب که آوردی فکر میکنه به خدا همین گپا رو ما فهمیدیم دیگه. تنها در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نکته مهم هست که اگر یک نفر شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب میبینه، اگر امی شخصی را که دیده دقیقاً تطابقت بکنه با او خصوصیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، در احادیث برای شما آمده، این خود پیامبر را در خواب دیده. چون در حدیث بخاری آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی مرا در خواب دید، در حقیقت مرا دیده، چون شیطان مثل پیامبر خود تمثیل کرده نمیتونه. بسیاری موارد به نام پیامبر میآید چی میکنه، خود پیامبر نیست، تمثیل خود پیامبر را کرده نمیتونه، چهره پیامبر نیست، یک آدم دیگه است. مثلا میاد یک گپ برای یک نفر میگه و این نفر میگه خب ما پیامبر را در خواب دیدم. اما اگر دقیقاً آنچه را که به اصطلاح اون نفر در خواب دیده، یک شخص در خواب دیده که اینمی شخص مطابقت داره با اون شمایلی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح ثابت است، پس این پیامبر است. دقت کردین؟ و با او شکل و شمایل باز نمیتونه بیای برای یک نفر بدی را بگه یا مخالف شریعت یک نفر را امر بکنه. دقت کردین؟ و اگر فرضاً یک نفر تصور میکنه که من کسی را که دیده مطابق به اصطلاح امو خصوصیات پیامبر است، اما آنچه را که دیده مخالف شریعت است، بازم دلیل نمیشه. دقت کردین منظور مرا؟ یعنی در اصل امیس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شیطان نمیتونه مثل ما خود تمثیل بکنه در خواب یک نفره. پس اگر یک نفری یک شخصی رو در خواب میبینه که دقیقاً صفات و شمایل ظاهریش مطابق صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت پیامبر در خواب دیده. دقت کردین؟ و باز اگر ایتو یک چیز باشه، امی پیامبر چیز خلاف شریعت برش نمیگه. دقت کردین؟ مواردی اگر یک نفر تصور بکنه ما پیامبر در خواب دیدیم و او باز خلاف حکم پیامبر یا خلاف حکم شریعت برش گفته، باز این نفر پیامبر نیست. دقت کردین؟ یعنی منظور مرا یعنی درجه خواب و این که خواب در کدام حالت میتونه به اصطلاح درست باشه، در کدام حالت خود یک بحث کلان دیگه باز اگه کدام روز علاقمند بودین براتون میگم بحث خواب و تعبیر خواب و چگونگی خواب ها در این مورد دیگه از مردا که زنا علاقمندترن چون زیاد خفی میدن. یعنی منظوری است که حجت نیست، خواب حجت شرعی نیست.
دقت کنید، فرض میکنیم یک نفر دقیقاً پیامبر را در خواب ببینه، این در حد یک بشارت برش است. کدام حکم خاص شرعی را ثابت کرده نمیتونه. حکم ثابت شده شریعت را نقض کرده نمیتونه. دقت، در حد بشارت یا در حد انذار هست. اما خوابهایی که رحمانی هم باشن یا در حد خبر دادن از واقعی است که در آینده میآید و موارد خواب در این نکته خلاصه میشه. پس دوباره تکرار میکنیم که انسان مسلمان در یک جنگ و مبارزه دوامدار و طولانی با دو نیروی خطرناک و خیلی هم سر انسان موارد تا حدود مسلط قرار داره که نفسش است و شیطان است. هر دوی از اینها اولین حملهشان به خاطر گرفتن ایمان یک نفر